با سلام به شما بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم حال همه شما خوب باشه. اولین توضیحی که باید بدم اینه که شما الان صحنه متفاوتی رو میبینید. دلیلش هم این هست که من در سفر هستم و این ویدیو کلیپ رو در محل متفاوتی غیر از محل همیشگی دارم میبندم. و اما بحث امروز من در مورد چهارشنبه سوری هست. میدونید که این روزی که همه منتظرش هستیم، چه مردم منتظر این روز هستند برای اینکه یک بار دیگه یک تعرض کوبنده‌ای به حکومت بکنن و اعتراض خودشون رو نشون بدن، و چه حکومت و دار و دسته ارتجاعی حاکم که اونها هم خط و نشونهاشو کشیدن، دوباره اعدام‌ها رو به راه انداختن و با هر وسیله‌ای که میخوان جلوی این تعرض رو بگیرن. خب ما در روزهای گذشته هم شاهد این بودیم. قبل از 22 بهمن، قبل از روز جهانی زن، قبل از روز حتی عاشورا و روز قدس و غیره، در همین موارد حکومت تمام تلاشش رو کرد برای اینکه جلوی حرکت اعتراضی ما مردم رو سد کنه و موفق نشد، نتونست این کار رو بکنه. و این بار هم به نظر من دقیقاً همین هست، با این تفاوت که ما مردم الان تجربه خیلی بیشتری داریم. من فکر می‌کنم جامعه و به خصوص جوانان به روشنی میدونن که باید به حکومت تعرض کرد، باید خیابان‌ها را از دست حکومت در آورد. نباید اجازه داد که نیروهای بسیجی، پاسداران، نیروهای سرکوبگر همچنان به مردم بتازن، بگیرن، بکشن، دستگیر کنن و مردم فقط قربانیان دست بسته این جانیان باشن. این رو ما میدونیم، این رو جامعه متوجه شده و مهمتر از همه اراده کرده، آستین بالا زده برای اینکه دیگه قربانی دستبسته این جنایتکاران نباشه. در روز 6 دی، روز عاشورا به خصوص، ما این حرکت رو دیدیم. به نظر من چهارشنبه سوری میتونه ادامه اون روز باشه و بسیار کوبنده تر، بسیار تعرضی تر، بسیار وسیع تر. دلایل من اینها هست. اولا چهارشنبه سوری یک روزی هست که از پیش تعیین شده در حرکت اعتراضی مردم. سالهای گذشته روز چهارشنبه سوری فقط یک روز کارناوال شادی و مناسبت سنتی چهارشنبه سوری نبود، بلکه روز اعتراض علیه حکومت بود. در سال گذشته بسیار از محلات و کوچه ها حتی در تصرف جوانان بود. اجازه ندادیم ما که نیروهای آدمکش جمهوری اسلامی حتی قدم به بعضی از خیابان ها بگذارن. کاملا از دست اونها در آوردیم. در روز 6 دی این رو در یک مقیاس وسیع‌تری دیدیم. حتی محلات و مناطق به دست مردم بود. نیروهای انتظامی فراری داده شدند، بسیارشون روانه بیمارستان ها شدند و ضربه کوبنده‌ای حکومت دریافت کرد، تا حدی که فرمانده پاسداران تهران بعدش اعلام کرد که اگر این 6 محله در تهران به دست مردم افتاده بود و اگر این 6 محله به هم میپیوستن، تهران سقوط کرده بود. اینو خودشون علنا و رسما گفتن. و روز چهارشنبه سوری میتونه روز سقوط باشه، روز سقوط حکومت. و به همین خاطر من فکر میکنم ما باید خودمون رو کاملا آماده کنیم برای اینکه از این مناسبت، از این فرصت استفاده کنیم. همونطور گفتم خود چهارشنبه سوری این زمینه رو مهیا کرده. چهارشنبه سوری روز آخرین کارناوال شادی سال هست. روزی هست که ما مردم و خصوص جوانان به خیابونا میایم، شادی میکنیم، از روی آتش میپریم، میخونیم، میرقصیم، در دست هم دختر و پسر این روزو جشن میگیریم. و این حکومتیه که نفس جشن خیابانی عرق مرگ بر پیشونیش میشونه. نفس این که مردم شاد باشن، نفس این که دختر و پسر دست در دست هم در خیابونها برقصن و موزیک با صدای بلند، موزیک شاد پخش کنن. این همه نفس همین یعنی حکم رفتن این حکومت. و این رو این ارتجاعیون و حاکم کاملا میدونن و ترسشون از چهارشنبه سوری قبل از همه به خاطر همین حتی مضمون سنتی این روز هست. ولی نکته این هست که این روز دیگه از اون چارچوب سنتیش فراتر رفته، تبدیل شده به یک مناسبت سیاسی در اعتراض به حکومت. همونطور گفتم چهارشنبه سوری سال گذشته اینطور بود و امسال به اصطلاح در دل این جنبش انقلابی بسیار بیشتر اینطور خواهد بود. انتظار و توقع ما اینه که اینطور باشه. باید خودمون رو آماده کنیم
که یک روزی باشه، یک روز تعرض کوبنده به این حکومت و میشه مراسم چهارشنبه سوری رو با این شکل‌های اعتراضی کاملا در هم ادغام کرد. روزی که چهارشنبه سوری روزی میتونه باشه که ما عکس خامنه‌ای و خمینی و دیگر این قاتلین رو در آتش بندازیم و از روش بپریم. روزی باشه که حجاب‌ها رو با آتش بندازیم و از روش بپریم و به این ترتیب مراسم سنتی چهارشنبه سوری رو با حرکت‌های اعتراضی نسبت به حکومت کاملا در هم بیامیزیم. روزی است که ما باید به خصوص خیابان‌ها و کوچه‌ها و محلات رو از دست حکومت در بیاریم و کنترل اونها رو به دست خودمون بگیریم. این ممکنه. سالهای گذشته این اتفاق افتاد و امسال هم باید این کارو بکنیم. باید با آمادگی، با تدارکات و با سازماندهی در سطح محلات، هسته‌های جوانان در محلات به استقبال این روز بشیم. راه‌هایی پیدا کنیم که جلوی موتورسوارها رو بگیریم، جلوی لباس شخصی ها رو بگیریم، جلوی گارد ویژه رو بگیریم و جلوی کلا تحرک حکومت رو برای اینکه سرکوب کنیم حکومت رو همه جا سد کنیم. یک راه این هست که این مراسم وسیع برگزار بشه. چهارشنبه سوری روزی نیست که مثلا در این میدان یا آن میدان شهر یا این چهارراه یا اون میادگاه فقط جمع بشیم. چهارشنبه سوری روزی است که باید همه جا جمع شد، در همه محلات، در همه خیابان‌ها، در همه کوچه پس کوچه‌ها و نه فقط در تهران، در همه شهرها. اگر چهارشنبه سوری به این صورت اتفاق بیفته مطمئن باشید که حکومت به هیچ وجه امکان و توان کنترل این روز رو نخواهد داشت و این روزی خواهد بود که ضربه محکمتری به حکومت میزنیم. از نظر مضمون به نظر من چهارشنبه سوری روزی است که قبل از هر چیز باید این سلطه جهنمی قوانین مذهبی بر زندگی و شؤونات هر روزه خودمون رو نفی کنیم و عملا کنار بزنیم. روز چهارشنبه سوری همونطور گفتم به خاطر حتی اون رسم و سنت‌های سابقدار اون روز در هم شکستن این سلطه سیاه مذهب بر زندگی هست. در این روز باید بی حجاب به خیابون ها اومد. این جشنیه که باید بی حجاب گرفته بشه. حجاب ها رو باید به عنوان هیزم آتش ها استفاده کنیم در این روز و روی آتش بندازیم و باید زن و مرد دست در دست هم در خیابان ها شادی کنیم، جشن بگیریم. جشن سرنگونی جمهوری اسلامی رو باید بگیریم، جشن تعرض به این حکومت قتل و غارت و چپاول رو باید بگیریم و این ممکنه، میشه این کار کرد. بنابراین از لحاظ مضمون به نظر من، از نظر شعارها و خواستایی که مطرح میشه، نفس این روز، نفس مراسم چهارشنبه سوری باید ضربه محکمی باشه به دیوار آپارتاید جنسی و جداسازی جنسیتی در جامعه و این ممکنه. از جنبه دیگه چهارشنبه سوری در ادامه امسال، در ادامه 8 ماه، بیش از 8 ماه یک جنبش اعتراضی عمیق علیه حکومت صورت میگیره و به این خاطر مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر اصل ولایت فقیه، اینا همه شعارهای پایه این روز هست، همونطور که شعارهای پایه هر روزی بوده. به هر بهانه‌ای ما به خیابون اومدیم. 13 آبان بوده، روز قدس بوده، روز عاشورا بوده، روز 22 بهمن بوده. به هر بهانه‌ای که ما به خیابان‌ها اومدیم، شعار همیشگی ما مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر اصل ولایت فقیه و از این نوع شعارها بوده. و در چهارشنبه سوری باید این شعارها با صدای هرچه بلندتری فریاد زده بشه. هم از نظر به خصوص نحوه‌ای که در این تظاهرات شرکت کنیم. چهارشنبه سوری فقط البته یک تظاهرات نیست، بلکه یک کارناوال و یک جشن شادیه و نفس این جشن و کارناوال یعنی حکم مرگ جمهوری اسلامی رو صادر کردن. بنابراین در این روز باید بی‌حجاب ظاهر شد، در این روز باید شاد بود، در این روز باید با صدای بلند موزیک پخش کرد، در این روز باید در خیابان‌ها تا صبح جشن گرفت و با شعارهای کوبنده علیه جمهوری اسلامی دیوارها رو به لرزه در آورد و دیوار آپارتاید جنسی رو کاملا در هم شکست. و بالاخره نکته آخر این که در این روز چهارشنبه سوری روز در آوردن محلات و به دست گرفتن کنترل کوچه‌ها، خیابون‌ها به وسیله خود مردمه. نیروهای انتظامی نباید جرأت کنند حتی پا در خیابان‌ها بذارن، پا در محله ما بذارن و برای این کار شرط اجرا این کار این است که چهارشنبه سوری رو هرچه وسیع‌تر، هرچه گسترده‌تر و نه فقط در این میدان و اون میدان و این چهارراه و اون چهارراه، بلکه در همه کوچه و خیابان‌ها و در همه شهرستان‌ها به پا کنیم و به یک روز اعتراض وسیع و کوبنده علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. به امید یک چهارشنبه سوری وسیع، اعتراضی، کوبنده علیه این حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی.
شاد و پیروز باشید.